عقاب شکاری نترسد زیبوم، 200 مرد فارسی 200 مرد روم. امروز عقابی که با چنگال پرقوت قویخش رقیب را توانست که شکست دهد. این عقاب بلند پروازی البته فارس همین محمد هیبتی بود. با قول دیگر چنگال این عقاب چنان قوی بود که رقیب را شکست میداد و رقیب از چنگال این عقاب راه نداشت. من حالا پهلوی نشستم، ببینید وقتی با او صحبت میکنم یک تبسم عجایب دارد و پهلوی من است، میگه پای من در میکند. الان من میخوام نشسته. از این خاطر مخلصان عزیز، من باور دارم که همه ما را تماشا میکند. سخن دارد محمد هیبتی برادر عزیزی ما. سلام به همه دوستان. امروز ما موفق شدیم که همگی نه تنها من موفق شدیم یه پیروزی بیاریم برای جامعه بزرگی ایران، افغانستان، تاجیکستان، ملت پارس زبان. امیدوارم که همینجوری هر روز نه تنها هر کدوم از بچه ها که میان اینجا مسابقه هر روز بلند مرتبه برن بالا. بله، در پیروی با گفته های محمد هیبتی من تمنا دارم. محمد جان بگذار پرواز شما چون مصرع هایی که ما گفتیم به مثل عقاب بلند پرواز کوهستان باشد و